بسم الله الرحمن الرحیم. سازمان محترم ملل متحد، کشور بزرگ امریکا، کشورهای ابرقدرت جهان، همسایگان و مردم اهل علم کشورم، نظام متمرکز ریاستی در کشوری کثیر الملیت از ده زمان به این طرف کارسازی نداشته، در طول تاریخ همواره دچار تنش و گرایشات ناسالم، دامن زدن به تعصبات قومی، برتریجویی زبانی، هویت‌ستیزی و هویت‌سازی جعلی با دیدگاه قبیلوی رنج، درد، بدبختی به بار آورده، نتیجه مطلوب در پی نداشته، با تأسف اکنون به حالت فجیع‌تر ادامه دارد. بخصوص بعد تشکیل حکومتی برآمده از تقلب نام نهاد دوسره بر رهبری غنی و عبدالله، گویا این که آقای غنی از کشور حامی دموکراسی امریکا در دست حکومت قرار داده شده و پارسال شده، حامی دموکراسی، ممثل عدالت اجتماعی، احترام به حقوق انسان فردی و اجتماعی، خاتمه دادن به تنش‌های قومی، ایجاد وحدت میان ملت‌های هم برادر، وحدت ایجاد خواهند کرد. با تأسف چنین نشد. برعکس با روحیه خشنگ پرخاشگرانه، دامن زدن به نفاق ملی، سیستم سازی قومی، تعصبات، هویت‌ستیزی و حذف هویت‌های اقوام غیر غلجایی، تحمیل هویت جعلی بالای مردم افغانستان، فرمان غیر قانونی، تشکیل برخی با واژه افغان قابل قبول 26 میلیون نفوس کشور نبوده، لذا از طرز دید و عملکرد غنی مردم نارضایتی پیدا کرده. اکنون کشور در لای پرتگاه قرار گرفته. جز نفاق ملی، عدم اعتماد میان مردم دستاوردی ندارد. حتی با کشور امریکا که حامی غنی می باشد صدمه حیثیتی وارد کرده. امیدواریم جهان در تشکیل حکومت ملی اندیش غیر متمرکز مطابق با زمان کارایی داشته باشد. با موافقه با درنظر طرفین جنگ، خصوصا سهم بندی قومی به صورت عادلانه جدا در نظر گرفته شود. 50 در 50 خلیلزاد یک طرفه قومی بوده. غنی و طالبان نماینده کل کشور بوده نمیتوانند. با 26 میلیون غیر پشتون مردم بومی هستند، حق دارند شریک در قدرت باشند، سهمیه داشته باشند. بدون سهمیه بندی قومی صلح واقعی به میان نخواهد آمد.